الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، خواهران و برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، ما و شما بازم شکر الله را میکنیم که باز هم فرصت پیدا کردیم برای یاد گرفتن احکام الله سبحانه و تعالی به خاطر اصلاح خود، اصلاح خانواده خود، اصلاح فامیل خود و بالاخره کسب بزرگترین نعمت الهی که جنت الهی هست. و طبعا انسان مسلمان و مؤمنی که با عقیده توحیدی زندگی میکنه، الله متعال بر از او هم سعادت دنیوی را نصیب میکنه و هم سعادت اخروی را. از الله متعال استدعا میکنیم که این دو سعادت نصیب ما و شما بگردانه. همین قصه که ما و شما را توفیق نصیب کرد که در این درس ها اشتراک بکنیم تا حقایق درک بکنیم و مطابق از او عقیده بکنیم، زندگی بکنیم و دیگه خانواده و فامیل و همه دوستان و همه کسایی که همراه ما ارتباط دارن اونا را هم به این دعوت بدیم. دوستای عزیز، ما و شما در سلسله درس‌های جهانبین اسلامی نظام‌های تشریعی الله را خواندیم و گفتیم که چون همه چیز برای زندگی انسان به خاطر سعادت انسان الله متعال امو احکامش تعیین کرده و الله متعال یکی از نام‌هایش الحکیم است، یعنی الله ذات حکیم هست که حکم میکنه و حاکم مطلق هست و احکام صادر میکنه و برای ما و شما امو ارزش ها را تعیین کرده تا مطابق از او زندگی بکنیم. و اهمی ارزش های اسلامی را ما در 12 نظام خلاصه کردیم که انسان مسلمان باید این نظام ها را یاد بگیره و مطابق از او زندگی بکنه. نظام اول نظامش نظام اعتقادی بود، باز نظام عبادات و سومی نظامش نظام نظام اجتماعی. پس نظام اجتماعی نظام هست که موضوعاتی که مربوط به جامعه می باشه، هو المبادئ والاحکام. علما میگن که مفهوم عام نظام اجتماعی چی است؟ یعنی همون اساسات و احکامی هست که او را الله سبحانه و تعالی تعیین کرده لتنظیم جمیع مجالات الحیات، به خاطر تنظیم تمامی بخش های زندگی انسان. و مفهوم خاص نظام در مفهوم عامش کلش داخل میشه، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، مالی، تعلیمی و تربیوی. ولی مفهوم خاصش باز میگه مبادی و احکام است که برای تنظیم خانواده، روابط خانوادگی و روابط اجتماعی، این نظام ها بیان شده است. عناصری که نظام اجتماعی را تشکیل میده، انسان فرد مؤمن است، عنصر دومش خانواده مؤمن است و امت اسلام است و جامعه اسلامی هست که این 4 عنصر در نظام تعلیمی و تربیوی خوانده میشه که اول ساختار فرد مؤمن است. باز وقتی که افراد مؤمن زیاد شدن در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز خانواده های مؤمن تشکیل شد، یعنی دختر با ایمان با پسر با ایمان ازدواج کردن، خانواده مؤمن تشکیل شد. با ازدیاد خانواده های مؤمنین عنصر سوم، مرحله سوم اومد که او امت اسلام تشکیل شد. و وقتی که امت اسلام تشکیل شد، این امت اسلام دایره اسلام بزرگتر ساختن. بالاخره اسلام از منطقه جزیره العرب بیرون رفت و بالاخره به مناطق امپراتوری فارس بود و امپراتوری روم بود و در این مناطق اسلام نشر شد. بالاخره اسلام همو جامعه اسلامی جهانی تشکیل شد که مسلمان ها همو نظام اجتماعی جهانی داشتن که در آسیا و اروپا و افریقا که در اون عصر کشف شده بود، هنوز امریکا و انتارکتیکا کشف نشده بود، جاهایی که اون وقت قاره هایی که وجود داشت، در اون قاره ها
اسلام گسترش یافت در قاره آسیا، در قاره اروپا، در قاره افریقا، تا جایی که مسلمان ها توانستن اونجا نظام اجتماعی اسلام تطبیق میشد. و در نظام اجتماعی اسلام وقتی که بحث مطرح میشه، نخستین چیز حق است. یعنی یکی حق است، یکی باطل است. الله متعال حقوق را که حق هر مخلوق است او را تعیین کرد و مکلفیت جامعه هست که از حق اونمو شخص یا فرد یا انسان یا حیوان یا نبات همه باید این حق قبول بکنن و حق کسی که این حق داره باید برش داده شود. به می خاطر متخصصین و فقهای اسلام میگن حق عبارت از اختصاص است که شریعت اسلامی توسط آن تکلیف و یا سلطه را تثبیت و تقریر میکنه که مکلفیت کس چی هست و سلطه از او چی هست و چه امتیازات این مخلوق داره. و حقوق باز تقسیم میکنن که مثلا به اعتبار صاحب حق تقسیم میشه که یکی حقوق الله هست، یکی حقوق بنده ها هست و سوم حقوق حیوانات و نباتات است. پس ما در اسلام 3 قسم حقوق اساسی داریم که حقوق الله هست. الله چی حقوق دارن باید این مراعات شود و بنده های الله مخلوقات چی حقوق دارن این هم در نظام اجتماعی اسلام است و حیوانات و نباتات اینا چی حقوق داره که حق از اونا هم باید پامال نشه. دوم حقوق هست که طبعا حقوق الله سبحانه و تعالی را ما و شما میفهمیم که مربوط به الله میشه که عبادت و اطاعت الله سبحانه و تعالی و تطبیق احکامش است. اما در حقوق بنده ها حقوق انسان شامل میشه، حقوق زن شامل میشه، حقوق مرد شامل میشه، حقوق خانم و شوهر هست، حقوق والدین است، حقوق اطفال است، حقوق اسیرای جنگی هست، حقوق غیر مسلمان هایی که به حساب اهل ذمه گفته میشن یا مستأمنین گفته میشه که همون نظام اسلام اونا را در امنیت میخواین که برشان حق بتن که زندگی بکنن. قسم سوم حقوق حیوانات و نباتات است که حتی پرنده ها و نباتات حیوانات هم حقوق دارن که باید این مراعات شود. در مورد حقوق انسان علما میگن که عبارت از مصلحت ها و امتیازات است که او را قرآن و سنت تعیین کردن، شریعت اسلامی او را تعیین کرده و دیگرها ملزم هستن، یعنی لازم است بالای دیگرها که این احترام بکنن و او را تطبیق بکنن که عبارت از حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبروی مردم، حفظ مال انسان هاست. یعنی در اسلام حفظ ازی است، یعنی به خاطر حفظ دین احکام بیان شده، حفظ نفس امی انسان، مثلا چه قسم جان یک انسان محفوظ باشد تا که کسی را آسیب نرسانه، عقل از این انسان چه قسم حفظ شود و آبروی از این انسان چه قسم حفظ شود و مال از این چه قسم حفظ شود. این همه از اینا چی هستند؟ مجموعه از مصلحت هایی است که در آیات قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده. خب حقوق انسان در اسلام چی ویژگی داره؟ ویژگیش است که این نظام اسلام و این حقوق اسلامی به اساس شرایط و به اساس اوقات تغییر و تبدیل نمیشن، بلکه این از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا روز قیامت این حقوق ثابت هستند و چون رب العالمین این قانون و این تعیین الله سبحانه و تعالی تعیین کرده، بناهن تا روز قیامت باید این احکام چی شود؟ این احکام باید تطبیق شود و این حقوق ثابت می باشه و تغییر نمی کنه. در حالی که این حقوق در دیگر نظام ها همیشه در خوش خواهشات مخلوقات است، انسان ها هست، اونا مطابق خواسته های خود چی میکنن؟ تغییر و تبدیل میکنن. مثلا فعلا با شما میبینیم جهان اول حقوق داره که جهان دوم مثلا تقسیم کرده به جهان اول و جهان دوم و جهان سوم و مثلا ما و شما ما را مثلا به جهان سوم گرفتن. اگر در یک دفتر بری کار بکنی، یک کسی که عین کار میکنی، در عین کامپیوتر کار میکنی، ولی نفری که از جهان اول است
معاشش فرق میکنه با کسی که از جهان سوم است. اینی تغییر حقوق به اساس خواسته های نفسی این در اسلام نیست، بلکه در نظام های دیگه هست که اونا نظر به امو سیستم خود رو باز تغییر میتن. اما قانون اسلام در این راستا ثابت و پایدار است. یک دو موافق با فطرت انسانی هست، یعنی حق یک کس داده میشه، لکن حق ازی باید مطابق فطرت سالم انسانی برای داده شود. یعنی مثلا فطرت انسانی امیر تقاضا میکنه که انسان خانواده داشته باشه، فامیل داشته باشه، مادر باشه، پدر باشه، مادر محترم باشه، پدر محترم باشه، خانم محترم باشه، شوهر محترم باشه، خواهر و برادر محترم باشن، دختر و پسر اولاد محترم باشن به این قسم. اما دیگرها که از نظام اجتماعیشان مطابق فطرت نیست. مثلا بعضی اوقات اجازه میده یک نفر با یک حیوان ازدواج بکنه یا با همجنس خود ازدواج بکنه یا اصلا هیچ ازدواج نکنه. اینی مسائل فطرت سالم انسانی که در نظام اجتماعی اسلام در نظر گرفته شده است، در دیگر نظام ها متاسفانه نیست. سومی است که وقتی نظام اجتماعی رو ما و شما تطبیق میکنیم، این حقوق ربانی هست. چی معنی ربانی است؟ یعنی که از طرف رب العالمین این حقوق تعیین شده و اگر کسی حق مراعات میکنه، این در حقیقت حق حکم الله را مراعات کردن. مثلا وقتی من که شما روبرو میشم، این حال که شما هر تعامل یا هر حق شما را وقتی که ادا میکنم، ما اول بالا با الله ارتباط می داشته باشم و حکم الله هست که باید من حقوق تو را مراعات بکنم. مثلا وقتی من به مادرم احترام میکنم، در حقیقت من احترام الله را میکنم، حکم الله را تطبیق میکنم و الله بر من میگه که به مادرت احترام بکن. و اگر من مثلا به خانمم احترام میکنم و برخورد خوب در مقابلش میکنم و حقوق از رو ادا میکنم، در حقیقت احکام الله را تطبیق میکنم، چون الله بر من میگه که اینمی خانم تو احترامش، نفقش، انسانیتش، عزتش، کرامتش، همه چیز باید در نظر گرفته شود. پس اینجا این احکام، این حقوق است، این نظام که است، نظام ربانی هست. اما برعکس از اون نظام های دیگه که است، در او احترام نیست. مثلا مادر است، پدر است، هر وقتی که اولاد بخوایم مادرم ترک میکنه و پدرم ترک میکنه و در مقابلش کدام احساس مسئولیت هم نمیکنه. ولی در اسلام که است، این فرزند باید این مادر و پدر خود تا آخرین مرحله، حتی بعد از مرگ هم حقوق داره که او را باید در نظر داشته باشد. این حال در قسمت حقوق انسان بعضی حقوق شخصی هست، مثل حق زندگی مثلا و حق مساوی و عادلانه در جامعه و در قانون. این حقوق شخصی یک انسان است. پس هر کس از نگاه شخصی در این حقوق است، مثلا کلگی حق داره. نگاه حقوق اعتقادی هست، این حال هر کس حق داره. مثلا از دیدگاه اسلامی هیچ وقت در طول تاریخ اسلام، حتی وقتی که مسلمان ها نظام اسلامی داشتن، هیچ وقت کسی مجبور ساخته نشده که این شخص به زور مسلمان شود، بلکه مثلا در وقت خلفای راشدین، در وقت بسیاری از حقوق، مثلا حقوق که در چیز بوده، در مسائل اعتقادی، آزادی دینداری بوده هست که مثلا وقت مسلمان ها قدرت سیاسی را داشتن و نظام داشتن، هیچ وقت یک غیر مسلمان به زور مسلمان نساختن. در هیچ وقت اجازه نیست. چرا الله متعال میگه که لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین اکراه نیست. اما ای که بازپسان یک تعداد از یهودی‌ها دسیسه میکردن که بیاین صبح مسلمان بشیم، بازیگر اسلام ترک میکنیم تا که دیگه مسلمان ها هم در شک و شبهه بفتن، با اینجا الله متعال برای جزای از اینا جزا چیز کرد. این حقوق اعتقادی که مثلا انسان آزادی داره در دین خود، در تعلیم و تربیه خود، در سخن گفتن خود، لکن کل از آزادی ها در یک چوکات فطرت و در چوکات انسانی و اخلاقی و ایمانی هست که اگر مثلا من آزاد هستم، این آزادی بیان ما به این معنا در اسلام نیست که ما هر چی بخوایم به دین شما، به شخصیت شما، به فامیل شما، هر چیزی که بگویم. یعنی بعضی میگن که وقتی ما آزاد هستم، اگر دشنام میتونم مثلا شخصیت تو را یا مثلا فامیل تو را یا دین تو را یا خدای تو را یا پیغمبر تو را، این آزادی هست. در اسلام این قسم نیست. در اسلام
آزادی است که در یک چوکات درست اخلاقی که من آزاد بیان میکنم، لکن به اندازه که این آزادی بیان من آسیب به کسی دیگه نرسانه و ارزش‌های از او پامال نشه. اینمی وسطیت اسلام و اینمی بزرگی و عظمت اسلام است. از این خاطر ما هیچ وقت دین کسی دیگه را توهین نمیکنیم، کتاب مقدس از اونها را توهین نمیکنیم، به معبودایشان اگرچه میفهمیم که این معبودش معبود حق نیست، باطل است، لکن او را دشنام نمیتیم. چرا؟ به خاطر ازی که در دین ما امی چیز مسائل حقوق آزادی و حقوق بیان و حقوق مثلا آزادی بیان و آزادی گفتار در یک چوکات اخلاقی و انسانی هست که نباید حقوق دیگران پامال شود. و به می قسمت حقوق سیاسی هست که هر کسی حق داره که مثلا در سیاست و در بخش سیاسی با امنیت زندگی بکنه، با عدالت زندگی بکنه و در ساختار نظام و در این مسائل حق داشته باشه. قسم چهارم حقوق اجتماعی است که مثلا مربوط میشه به حق کار و حق مالکیت و این چیزا. اینال احکام تشریعی که حقوق انسان در قرآن عظیم شان بیان میکنه، ما و شما آیات قرآن بسیار زیاد داریم که الله متعال میگه من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. یعنی یک نفر به خاطر فساد یک کسی دیگه را میکشه، به ناحق یک کسی را میکشه، مثل که همه مردم ها را کشته باشه. در سوره مائده آیت 32 این بیان شده. یا مثلا در آیت دیگه میگه که و بالوالدین احسانا، آیت قرآن است که شما به والدینتان چی کنین؟ احسان بکنین. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، شما از گرسنگی و از خوف گرسنگی اولادهایتان به قتل نرسانین. نحن نرزقهم و ایاکم، ما الله متعال میگه ما با قدرت عظمت خود شما را و اونا را رزق میتیم و اونا را هم رزق میتیم. سوره انعام آیت 151 است. و اینمی قسم کرامت انسانی، حکم دیگه که در این راستا بیان شده، مثلا حقوقی که انسان داره در قرآن عظیم شان. مثلا کسی از شما پرسان میکنه مثلا در قرآن کدام حقوق است؟ اول حقوق حق زندگی است و این حق زندگی حق است که مرد و زن مساوی هستند. خانم هم حق زندگی داره، آقا هم حق زندگی داره، مسلمان هم حق زندگی داره و او کافری که متجاوز نیست و هم حق زندگی داره که در جامعه اسلامی زندگی میکنه. ما و شما بحث ما از جامعه اسلامی است که جامعه که رسول الله صلی الله علیه و سلم او رو تشکیل داد. به این شکل حکم دومه که در جامعه اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشکیل داد و مسلمان ها باید همون جامعه داشته باشه، حکم حق انسانیت و کرامت انسانی هست. بنابراین در اینجا الله متعال میگه ولقد کرمنا بنی آدم. اینجا کرامت بنی آدم هست، یعنی بدون در نظر داشت جنسیتش و حتی دینش، انسان اما کرامت انسانی خود در جامعه اسلامی که نظام اسلام تطبیق میشه، در اونجا این کرامت ازی باید حفظ شود. از این خاطر الله متعال روح انسان به خود نسبت داده. بعضی کسا تو فکر میکنن که امیر بسیاری کسا درست نمیفهمه، اما اینجا یک اضافت از برام اضافت تشریحی که میگه و نفخت فیه من روحی. الله متعال میگه من از روح خود در ایده ماندم. این روح مخلوقه به طرف خود به این نسبت داده که اضافت تشریفی میگن. تشریف به ایمانا این روح مخلوق است، یعنی روح انسان ها هم مخلوق است. العیاذ بالله روح خالق نیست، لکن الله متعال امیر روح مخلوق به خود نسبت داده به خاطر عزت دادن. مثلا بیت الله، ما شما میبینید بیت الله از سنگ و از سمت و از تکه و از این چیزا ساخته شده، کلش مخلوق است، لکن این بیت الله میگیم. لکن هذا بیت مخلوق معزز مکرم. معنیش میشه که امی بیت الله یک خانه هست، مخلوق است، لکن این چون عزت داره از این خاطر الله را به خود نسبت داده. این از این خاطر میگیم بیت الله. و روح الله وقتی که میگیم یعنی امی روح عیسی علیه السلام یک مخلوق است، لکن با عزت است امی روح پیش الله متعال. و انسان هم الله گفته و نفخت فیه من روحی، به خاطر عزت دادن برای انسان، یعنی امی روح انسان که است این روح بسیار با عزت و روح بسیار با کرامت است که روحی ازی با روح حیوانات فرق میکنه. از این خاطر در قسمت ازی بسیار باید انسان محتاط باشه.
از این خاطر این اضافت تشریفی میگن. بعضی از کسایی که مثلا فلسفه میخوان که این قسم فکر میکنن که العیاذ بالله روح خالق در انسان داخل شده، این کلمه کفر است، ناروا هست. روح الله متعال نسبت روح و جسد به الله نمیشه. روح هم مخلوق الله هست و جسد هم مخلوق الله هست. این حالا اگر یک چیز، اگر روح به الله به طرف خود نسبت میده یا یک جسم را مثل کعبه را یا شتر را میگه ناقة الله در قرآن آمده هست، این به این معنی است که او یک عزت میده. این اضافت تشریفی میگن. این یک عزت و یک شرف داره، اما به این معنی نیست که این از الله گرفته شده باشه. و در انسان هم وقتی که روح انسان الله به طرف خود نسبت داده، به خاطر که روح انسان پیش الله بسیار عزت داره. از این خاطر در آیات قرآن امی قسم